حاجی مشرب با ویتالی پهلوان فدراسیون روسیه با نماینده تاجیکستان مشرب رحمانوف حالا بعد این دور به میدان میبرایند. طرفی کلانکر آزادتر کنه نباردارو مردمی منطقه غرب نمیشنوه ایگاکو خراب تونینگو کی طرف نیسا آزاد مونین همونجا مردم اعتراض دارم سیاتر آزادتر مونین راه آزاد مونین در مردم شنود. شکر از فضای آزاد و آباد وطن محبوب، شکر از سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با احیای عنعنه‌های سنتی ورزش کشتیگیری ما توجه خاص ظاهر می‌گردد. امروز هم در هماهنگی با همکاری‌های صمیمانه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری و همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خاورین جمعی صاحب کارانی با ننگ و ناموسی خاورین روسیه امروز هم برای هر یک پهلوان هر یک پرتافت ارزشی از 3,500 سومانی تا 45-70,000 سومانی را دارد. جایزه مکافات‌های عالی حالا پهلوانان موفق را انتظار است. خواهشمندم میدان با همان شهامت و شکوه کشتی ملی رنگ دیگر دهید. ویتالی پهلوان فدراسیون روسیه یک کرزک صمیمانه مخلصان با افتخار تشریف پهلوان روسیه به تاجیکستان مشرب رحمانوف از جمهوری تاجیکستان از جانب حاجی نورشید برای هنرنمایی پهلوان مشرب رحمانوف 400 دلار دیگر در تحفه پهلوانان ضم شد. یک گو یک تلویزور 1000 سومانی تحفه مشرب رحمانوف و ویتالی نماینده فدراسیون روسیه. مرحبا. خب زاهد کنی زاهد جان پهلوان ازبکستانی هستند، مهمان ازبکستان. خب اینجا بیو. خب اینجا بیو. یک اشتر این آخری کار نیست. زاهد جان میگوید که من به تاجیکستان برای هنرنمایی آمدم در این تنتنه جشنی با شکوه کشتی ملی قدمت نوری دیده تاج سر شیرین. یک اشتر 1000 سومانی بالای اشتر زم اوترینگ شیرین ها حاجی پهلوانی. اوهو کسی که میگوید از تاجیکستان با من خواهش قوازمایی داشته باشد الان من در میدان که همو با غیرت شیرین جان تیارم که قوازمایی کنم. انا میدان ناموس اشتر حق حلال پهلوان غالب. جوان مرد ناموس بکشد اینجا بیایی شیر مردی خوالی آدیم
nasip kılar ki Xudovand nasip kılar ki Fartoki Ali Bokiyev ham halol. Odil va Zohir Dargilevi bolo go'shtni giriftar shudand. Chi shud? Fartoki Vitaliy Baxtiyor Temirmalik Teşekkür. Kaşkokashi be asos zarurat ندارد. Sayjalon pishti pardamon bechora. Dilho nasibi tuhmay har go khar shudan. Bechora sohiban hunar dar pishti darmondan. Abdullah Nohiyali Rash Alvar viloyati muxbiri Guliston Badaxshon To'fay Harbiyno